درود بر شما. من دکتر سینا کرجی هستم. در ویدیوی قبل به صورت کلی یه دید نسبت به غربالگری سرطان پیدا کردیم. در این ویدیو قصد دارم بحث غربالگری سرطان رو به صورت اختصاصی در مورد سرطان پستان پی بگیرم. این ویدیوها برای مخاطب عام طراحی شده و انتظار میره عموم جامعه بتونن از اطلاعات موجود در اون که به زبان ساده و روان ارائه میشه استفاده کنند. اما غربالگری سرطان پستان چیه؟ غربالگری سرطان پستان یا همون برست کنسر اسکرینینگ روشیه برای بررسی پستان‌ها به منظور پیدا کردن علائم اولیه سرطان در افرادی که هیچ علامتی ندارن. هدف از غربالگری سرطان پستان تشخیص سرطان پستان در مراحل اولیه‌ای که هنوز فرد متوجه توده‌ای در پستان‌هاش نشده. سرطان پستان زمانی که زود تشخیص داده بشه راحت‌تر درمان میشه و احتمال درمان کامل اون بیشتره. مطالعات نشون میدن که انجام غربالگری سرطان پستان شانس مرگ ناشی از این بیماری رو به شدت کاهش میده. در چند دهه اخیر مرگ و میر ناشی از سرطان پستان کاهش پیدا کرده که عمدتاً به دلیل بهبود درمان‌ها بوده، اما بخش مهمی از این کاهش احتمالاً به دلیل تشخیص زودهنگام از طریق غربالگری سرطان پستان بوده. غربالگری سرطان پستان شامل نوع خاصی از رادیوگرافی پستان به نام برست ایکس ری که به صورت معمول به اون ماموگرام میگیم و فرآیند عکسبرداری از پستان‌ها رو ماموگرافی مینامیم. در این ویدیو توضیح میدم که ماموگرام چیه، مزایا و معایبش چیه، چه زمانی باید غربالگری سرطان پستان یا همون ماموگرافی رو شروع کنیم و چه زمانی باید متوقف کنیم و هر چند وقت یک بار باید غربالگری رو انجام بدیم. گایدلاین هایی که معمولاً در دسترس ما هستن و در این ویدیو مطرح میشن عمدتاً برای افرادی هستن که خطر متوسط ابتلا به سرطان پستان رو دارن، یعنی همون جمعیت عمومی جامعه، یعنی شماهایی که دارین این ویدیو رو میبینید. افرادی که جهش های ژنی دارن مثل جهش ژنی BRCA1 و 2 یا کسانی که چندین خویشاوند نزدیک مبتلا به سرطان پستان دارن ممکنه نیاز به استراتژی های غربالگری متفاوتی باشن. کشورها و گروه‌های متخصص مختلف در توصیه‌های خودشون برای غربالگری تفاوت‌هایی دارن و سن شروع غربالگری رو متفاوت اعلام می‌کنن. حالا ببینیم که افراد با خطر متوسط دقیقاً چه کسانی هستن. به صورت خلاصه همه شماهایی که دارین این ویدیو رو می‌بینید، شماهایی که جهش‌های ژنتیکی و مشکلات پزشکی ندارید، مثلا جهش ژنتیکی شناخته شده‌ای مثل BRCA1 و BRCA2 که خطر ابتلا به سرطان پستان رو به شکل چشمگیری افزایش میده ندارید، سابقه خانوادگی قوی سرطان پستان یا سایر سرطان‌ها توی خویشاوندان درجه یکیتون وجود نداره. خویشاوندان درجه یک مادر، خواهر، دختر اینها هستن و در اونها سرطان پستان یا سرطان تخمدان در سنین پایین دیده نشده و خودتونم به صورت شخصی سرطان پستان یا شرایط پیش سرطانی مثل هایپرپلازی های غیر معمول و کارسینوم این سایتو ها رو نداشتید. برای افرادی که خطر ابتلا به سرطان پستانشون تقریبا همون خطر جمعیت عمومی، برنامه‌های غربالگری معمول مثل ماموگرام از سنین مشخص و با فواصل استاندارد پیشنهاد میشه. به عبارتی همه شما تقریبا شامل برنامه‌هایی میشین که در اون کشورها افراد با ریسک متوسط رو سوق میدن به انجام غربالگری سرطان پستان. اما چه کسانی باید برای سرطان پستان غربالگری بشن؟ همونطور که گفتیم در کشورهای مختلف این اعداد و این افراد متفاوته. در ایالات متحده افراد با ریسک متوسط یعنی شماها از سن 40 سالگی مهمه که مزایا و معایب غربالگری رو با پزشک یا هلسکیر ورکرتون، حالا پرستارتون، ماماتون بررسی کنید و صحبت کنید دربارش و تصمیم به شروع غربالگری رو باید بر اساس ارزش‌ها و ترجیحات و عوامل شخصی، عوامل خطر و ریسک فاکتورهایی که دارید بگیرید و این معمولاً از سن 40 سالگی توصیه میشه که این غربالگری‌ها رو شروع کنید. اما افراد با خطر بالاتر همونطور که گفتم مثل افرادی که جهش‌های ژنی خاصی مثل BRCA1 داره ممکنه قبل از سن 40 سالگی غربالگری رو شروع کنید. غربالگری منظم با ماموگرافی عموماً تا سن 74 سالگی ادامه پیدا میکنه.
یعنی از سن 40 سالگی تا 74 سالگی ادامه پیدا میکنه، اما برخی افراد ترجیح میدن که غربالگری رو فراتر از این سن هم ادامه بدن. مثلا اگر فرد بالاتر از 74 ساله سالم باشه و انتظار بره که حداقل 10 سال دیگه هم زندگی کنه، این غربالگری رو در اون شخص ادامه میدن. در کشورهای دیگه مثل کانادا اغلب توصیه میشه که غربالگری برای اکثر افراد از سن 50 سالگی آغاز بشه. دستورالعمل‌های غربالگری ممکنه بسته به سیاست‌های محلی، منابع و توصیه‌های کارشناسان متفاوت باشه. اما تقریبا میشه گفت هیچ دستورالعمل اصلی و بزرگ و معروفی ماموگرافی روتین برای افراد با خطر متوسط و زیر 40 سال توصیه نمی‌کنه. ماموگرافی چیه و ماموگرام چیه؟ ماموگرام یا ماموگرافی یک رادیوگرافی پستانه که در اون اشعه ایکس به پستان‌ها تابیده میشه و بهترین آزمایش غربالگری برای شناسایی سرطان پستان در مراحل اولیه محسوب میشه. چه اتفاقی هنگام ماموگرافی میفته؟ قبل از انجام آزمایش لباسای خودتون رو از کمر به بالا در میارید و لباسای بیمارستان یا روپوش میپوشید. هر پستان به صورت جداگانه و معمولاً 2 بار عکس برداری میشه، یک بار از بالا به پایین و یک بار هم از سمت کنار، تا این 2 تا عکس دید واضحی از تمام بافت پستان رو به دست هلسکیر ورکر شما بده. پستان برای چند ثانیه بین 2 تا پنل فشرده میشه که میتونه ناراحت کننده باشه، اما نگران نباشید، چند ثانیه کوتاه و قابل تحمله. اگر هنوز پریود ماهانه دارید و پستان‌هاتون قبل از پریود یا در طول سیکل حساسه، بهتره که برنامه‌ریزی کنید این تست رو در زمانی که این حساسیت وجود نداره انجام بدید. در روز آزمایش نباید از دئودورانت یا پودر استفاده کنید. در صورتی که صورت تصادفی دئودورانت استفاده کردید یا اسپری دیگه استفاده کردید، با دستمال‌های مخصوص سینه‌ها رو پاک کنید. نتایج ماموگرام معمولا توسط یک رادیولوژیست تفسیر میشه. ممکنه همون روز نتایج رو دریافت کنید، اما در بعضی کشورها ممکنه این تفسیر تا 30 روز هم طول بکشه. اگر تفسیر رو دریافت نکردید، ریپورت رو به شما ندادن، حتما با بیمارستانی که ماموگرافیتون تماس گرفتید انجام دادید تماس بگیرید، چون ممکنه به این فکر کنید که با شما تماس نگرفتن چون نتیجه نرمال بوده، اما حتما ریپورت رو پیگیری کنید و بگیرید. اگر ماموگرامتون غیر طبیعی باشه چه اتفاقی میفته؟ اگر این ناهنجاری مشاهده بشه، این لزوما به معنای سرطان نیست. در ایالات متحده حدود 1 نفر از هر 10 نفری که غربالگری ماموگرافی رو انجام میده نتیجه غیر طبیعی داره که نیاز به پیگیری داره، اما در 9 مورد از 10 ماموگرام غیر طبیعی سرطان نشان داده نمیشه. بنابراین خیلی نگران نباشید. پیگیری هایی که برای ماموگرافی غیر طبیعی ممکن انجام بشه شامل تصاویر دقیق تری از یک ماموگرافی مجدد یا سونوگرافی پستان هست، به ویژه اگر پستان‌های اون شخص متراکم باشه، یا ممکنه پزشک در موارد خاصی MRI انجام بده، در موارد خاصی بیوپسی انجام بده، و اگر پزشک فکر کنه که ناهنجاری احتمالاً خوشقیمه، ممکنه توصیه کنه که ماموگرافی رو پس از 6 ماه دیگه تکرار کنید. اما اگر ماموگرافی من طبیعی بود ولی توده‌ای توی پستان هم حس کردم، باید چیکار کنم؟ برخی سرطان‌های پستان روی ماموگرام دیده نمیشه. بنابراین اگر توده یا تغییر دیگه‌ای توی پستانتون مشاهده کردید، باید پزشک یا هلسکیر ورکرتون رو مطلع کنید، حتی اگر ماموگرامتون طبیعی بود. مزایای غربالگری سرطان پستان اینه که تشخیص زود هنگام باعث میشه که سرطان راحت‌تر درمان بشه و خطر مرگ ناشی از سرطان پستان کاهش پیدا کنه. اما غربالگری سرطان پستان با ماموگرافی معایبی هم داره. مثلا ممکنه مثبت‌های کاذب یا فالس پازیتیوهای زیادی توش کشف بشه. ماموگرام‌ها ممکنه وجود سرطان رو نشون بدن در حالی که سرطان وجود نداره. این میتونه باعث اضطراب بشه و به انجام آزمایش‌ها یا نمونه‌برداری‌های غیر ضروری منجر بشه. مثبت‌های کاذب معمولاً تو افراد جوان شایع‌تره. یا اینکه ممکنه اووردایگنوزیس صورت بگیره. غربالگری گاهی سرطان‌هایی رو شناسایی می‌کنه که هرگز باعث مشکل سلامت در اون فرد در طول زندگیش نمی‌شدن. مثلا یه سرطان با رشد خیلی کند بوده. درمان این سرطان‌ها ممکنه نیاز به جراحی و پرتو درمانی و شیمی درمانی غیر ضروری داشته باشه. پزشک به طور معمول هیچ بیماری رو بدون دلیل درمان نمی‌کنه. مسئله تشخیص بیش از حد که به عنوان یکی از معایب
ماموگرافی گفتیم به این معنا نیست که پزشک اشتباه میکنه یا چیزی که فکر نمیکنه سرطان است رو درمان میکنه، بلکه مربوط به سرطان‌هایی است که واقعا وجود دارن و پزشک هم میدونه که سرطان هستن، اما این سرطان‌ها از نظر بالینی بی خطر هستن و هیچ وقت باعث آسیب یا مرگ فرد در طول زندگیش نمیشدن. مشکل اینجاست که پزشکان نمیتونن با اطمینان بگن که کدوم سرطان ممکنه رشد خیلی پیشرونده‌ای داشته باشه و مشکل ساز بشه و کدوم یکی از این سرطان‌ها ممکنه بی خطر باقی بمونن. بنابراین ترجیح میدن برای پیشگیری از خطر درمان رو پیشنهاد کنن و همین دلیل افرادی که غربالگری میشن گاهی تحت درمان‌های سرطانی قرار میگیرن که واقعا نیاز فوری به اون درمان نداشتن، اما از نظر علمی و اخلاقی پزشک نمیتونه ریسک درمان نکردن رو قبول کنه. به زبان ساده تشخیص بیش از حد یعنی پیدا شدن سرطان‌هایی که شاید هرگز مشکل ایجاد نمی‌کردن و پزشک برای اطمینان و پیشگیری اونها رو درمان کرده، چون الان نمیتونه بگه که اونها لزوماً تا آخر بی خطر باقی میمونن. و یکی دیگر از معایب ماموگرافی هم قرار گرفتن در معرض اشعه است. در واقع یک رادییشن اکسپوژر برای شما رخ میده، اما بدونید که ماموگرام شامل مقادیر کمی از تابش اشعه ایکس و مزایاش به مراتب بیشتر از خطرات تابش اشعه ایکس. به مبحث بعدی بریم. چه زمانی باید ماموگرافی رو شروع کنیم و هر چند وقت یک بار باید انجام بدیم؟ خب در مورد اینکه چه زمانی شروع کنیم تصمیم در کشورهای مختلف و بر اساس ریسک فاکتورهای شخصی متفاوته، اما در مورد افراد با ریسک متوسط بسیاری از کارشناسان پیشنهاد میکنن که ماموگرام ها رو هر 2 سال یک بار انجام بدین. برخی توصیه میکنن که ماموگرام ها رو سالانه انجام بدین. در کانادا معمولا فاصله زمانی بین ماموگرام ها رو 2 تا 3 سال یک بار اعلام میکنن، اما برای افراد با خطر بالاتر ممکنه پزشکتون برنامه متفاوتی داشته باشه. چه زمانی باید ماموگرافی رو متوقف کنیم و دیگه ماموگرام نگیریم؟ داده های محدودی برای غربالگری پس از سن 75 سالگی وجود داره، اما بیشتر گروه های متخصص توصیه میکنن که غربالگری رو تنها در صورتی ادامه بدیم که انتظار میره فرد حداقل 10 سال دیگه هم زندگی کنه. افرادی که داره بیماری های جدی هستن یا طول عمرشون به دلایلی محدوده احتمالاً دیگه نخوان غربالگری سرطان پستان رو انجام بدن. روش های دیگه هم برای غربالگری جدای از ماموگرافی وجود داره، اما خیلی موثر نیستن. مثلا معاینه بالینی پستان توسط پزشک میتونه انجام بشه، اما بیشتر گروه‌های متخصص دیگه انجام منظم معاینه پستان توسط پزشکان یا حالا کلینیکا رو برای افراد بدون علامت توصیه نمی‌کنن، چون دقت خیلی کمی نسبت به ماموگرام داره و نتایجش خیلی موثر نیست و نشون نمیده که میتونه ریسک ناشی از مرگ و میر رو کم کنه. یک کار دیگه‌ای که معمولا خانم‌ها میتونن انجام بدن اینه که معاینه پستانشون رو توسط خودشون انجام بدن و از وضعیت پستان خودشون آگاه باشن. انجام معاینه پستان توسط شخص به صورت ماهانه باز هم توصیه نمیشه، چون باعث کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان نمیشه، ممکنه به نمونه برداری‌های غیر ضروری هم منجر بشه. با این حال آگاهی از وضعیت پستان و دانستن وضعیت طبیعی پستان‌های خودتون و تشخیص تغییرات اون در طول زمان توسط بسیاری از کارشناسان توصیه میشه. نکته مهم، وقتی گفته میشه که معاینه پستان توصیه نمیشه، منظور اینه که معاینه پستان نمیتونه جایگزین ماموگرافی به عنوان یک روش غربالگری مؤثر سرطان پستان باشه، وگرنه به صورت بدیهی آگاهی زنان از وضعیت پستان‌های خودشون و معاینه اونها به صورت دوره‌ای به شناسایی زود هنگام تغییرات غیر طبیعی در پستان کمک میکنه. انجام دادنش بهتر از انجام ندادنش، اما باز هم تاکید میکنم در غربالگری سرطان پستان به هیچ وجه معاینه پستان جایگزین ماموگرافی نمیتونه باشه و شما را از ماموگرافی بی‌نیاز نمیکنه. روش‌های دیگه‌ای هم برای غربالگری وجود داره که شامل روش‌های تصویربرداری هستن. یکی از اون روش‌ها سونوگرافی پستانه یا برست اولتراساونده. به عنوان آزمایش غربالگری روتین برای افراد با خطر متوسط توصیه نمیشه که سونوگرافی پستان انجام بدین، چون ممکنه به نمونه برداری‌های غیر ضروری بیشتری منجر بشه. گاهی برای افرادی که پستان‌های متراکم تری دارن پیشنهاد میشه، اما هیچ مطالعه‌ای نشون نداده که باعث کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان میشه. پس سونوگرافی پستان هم نمیتونه جایگزین ماموگرافی باشه. اما MRI پستان برای غربالگری
پستان، MRI پستان به صورت روتین در افرادی که خطر متوسط سرطان پستان دارن توصیه نمیشه. این روش میتونه مثبت‌های کاذب زیادی تولید کنه. اغلب نیاز به تزریق ماده حاجب داره و هزینه‌ش هم خب طبیعتاً بیشتره. با این حال میتونه در کنار ماموگرام برای افرادی که خطر بالا دارن، مثل کسایی که دارای سابقه خانوادگی قوی یا جهش‌های BRCA1 و 2 هستن استفاده بشه. اما MRI نمیتونه جایگزین ماموگرام باشه، بلکه در صورت نیاز میتونه در کنار اون و به صورت تصویربرداری تکمیلی استفاده بشه. خب گفتگوی ما در این ویدیو پیرامون غربالگری سرطان پستان در این لحظه به پایان میرسه. امیدوارم این اطلاعات کلی برای شما مفید واقع شده باشه که اگر اینطور بوده میتونید با لایک و اشتراک گذاری اون کمک کنید تا افراد بیشتری هم به این ویدیو دسترسی پیدا کنند. در آینده با جزئیات بیشتری به سرطان پستان میپردازم و ویدیوهای مفصل تری رو برای هر کدوم از بخش‌های پیشگیری و درمان تهیه میکنم. اگر میخواهید اون ویدیوها رو از دست ندید کانال رو سابسکرایب کنید. اگر موضوع خاصی رو مد نظر دارید و میخواهید در مورد اون ویدیو بسازم حتما از طریق کامنت من رو مطلع کنید. ممنونم که تا اینجا همراه من بودید. تا ویدیو بعد، بدرود.